4 تا حساب من کال مارجین کردم، 0 مطلق. میدونی و به نظرم اینا که تو اینستاگرامن نمیتونن این کارو بکنن چون فروششون میاد پایین دیگه، کورس نمیتونن اونجوری که باید بفروشن. آره تو اگر سودده بودی کسی چیز سودده رو به بقیه نمیده، ولی خودش ادعا میکنه که آقا من دارم سود میکنم و موفق بودم به عنوان یک تریدر که چند سال این کار میکنم، چرا سراغ یه چیزی مثل آموزش میره؟ میگم یه سری ماها واقعا من درآمدم از آموزش بیشتر از درآمدم از تریدم بوده. مرسی از شما که ویدیو رو نگاه میکنین. ولی یک سوال، چجوریه که 70% از کسایی که ویدیوی منو نگاه میکنن من رو چنلم رو سابسکرایب ندارن؟ ممنون میشم که چنل من رو سابسکرایب کنی، باعث میشه که از من حمایت بشه که کیفیت ویدیوها رو هر اپیزود بالاتر ببرم. مرسی، بریم ادامه ویدیو. سلام، امروز آرمین سرداری عزیز دعوت منو قبول کرده، اینجاست. میخوام ازش سوالایی رو بپرسیم که شاید شما اگر کنارش میشستین ازش سوال میکردین. آرمین فعال بازارهای مالی و البته مدرس استراتژی‌های تریدینگه. مرسی آرمین که امروز اینجایی و میخوایم با هم یه رو 20 دقیقه گپ بزنیم. از خودت بگو و بگو این روزا با ما چیکار میکنی. سلام آریا جان، امیدوارم حالت خوب باشه. اولا که مرسی منو قابل دونستی دعوت کردی به برنامه‌ت که با هم صحبت کنیم. به نظرم اتفاق جالبی میشد که من و تو با هم توی قاب باشیم و دیگه اینکه امروز چی کارا میکنم، ترید روزمره‌مو میکنم، آموزشمو میدم و مسیر رو داریم پیش میریم. چند وقت پیشم درگیر اسباب کشی بودم ولی الان تقریبا همه چی استیبل دارم، این قبل پیش میبرم. آره این که برای خود منم جالبه این که با هم دیگه یک ویدیو داشته باشیم. چون بچه من از استراتژی‌های آرمین، خب من یه تایمی از استراتژی آرمین هم یاد گرفتم و البته هم استفاده کردم توی ترید کردن خودم و این که الان اینجا میتونم با این آدم صحبت کنم و ازش سوال بپرسم، همین که برای خودم یه خوشحالی داره و همین که خیلی از سوالایی که خودم شاید خواستم ازش بپرسم و موقع نمیتونستم رو الان میتونم جواباش رو بگیرم. آرمین همین از مسیر که گفتی، میخوای یکم اصلا اون مسیر تریدر رو بهم بگو. یعنی نمیخوام خیلی کلیشه‌ای باشه، یعنی میخوام بگی که از کجا شروع کردی، اصلا چی علاقت به وجود اومد و با چه سبکی شروع کردی، یعنی ذره دیتیل تر اگه بگی. آره اوکی. ببین من اصلا از یه جای خیلی نامربوطی به ترید شروع کردم، ماینینگ بیت کوین. بعد خب وارد بازار کریپتو شدم، فاندامنتال کریپتو کار میکردم اولش، تا یه جایی که دیدم اصلا اون بازار کریپتو به روحیات من نمیخوره. میدونی من بیشتر دنبال یه چیز تکرار پذیر، قابل فهمه. میدونی کریپتو چون یه بازار تازه‌ایه، یه مقداری حرکتاش، کلا اتفاقاتی که توش میفته خیلی شناخته شده نیست و حجم نقدینگیش هم پایینه. همین شد که گفتم اوکی وارد استاک مارکت ایران بشم، بورس ایران. و توی بورس ایران خیلی خوب عمل کردم. اون موقع کلاسیک کار میکردم و مثلا سبدگردان زدم یه تایمی دیگه. بعدش دفتر سبدگردانم جمع کردم و کامل وارد بازار فارکس شدم. دیدم که خیلی توجیه پذیر نیست با کلاسیک و دنبال یه سبکی گشتم که بتونم بیشتر بفهمم مارکتو. الزاماً این که بیشتر بفهمم منظورم این نیست که وین ریت بهتری داشته باشم، منظورم اینه که یه درک نسبی به مارکت برسم. که دیدم نزدیکترین چیزی که به من هست والیوم رو شروع کردم و اولش که حالا خیلی کیس استادی قضیه رو خودم بردم جلو و منتور گرفتم و دیگه الانم که در خدمت شماییم. تقریبا یه خلاصه از 6-7 سال رو سعی کردم خیلی کوتاه بگم. نه متوجه شدم، خیلی خلاصه وار بود. قطعا خب این مسیر بالا پایین داره، افت و خیز داره، ولی خب توی این ویدیو خلاصش رو می‌خواستیم. یه چیزی که هست، من حالا قبل از که با داشته باشم توییتر تو داشتم میدیدم، من این سرتیفیکیتاتو میبینم از پراپ های مختلف، از یه جورایی ثابت کنی به آدینست، به ویورات، به آدمایی که دنبالت میکنن که آقا فقط هم این لایف تریدر نیست، من مثلا برداشتایی داشتم، من از پراپ برداشتایی داشتم و این سرتیفیکیتی که اینا بهم دادن. کی میخوام ببینم با پراپ آشنا شدم، یعنی توی این مسیره که اون فقط اونجایی که با فارکس آشنا شدی گفتی دیگه برم سراغ پراپ، یا چند سال طول کشید کلا این مسیری که قبل حداقل من فکر کنم 2 سال طول کشید. یعنی 2 سال. ببین اول که حساب کال میکردم مثل مرد روی چیز روی طلا. اون موقع فکر کنم 4 تا حساب من کال مارجین کردم، 0 مطلق.
بعدش گفتم اوکی من که دارم کال مارجین میکنم مثلا جای اینکه این کارو بکنم، اون موقع FTMO و MyForex Found بود که به ایرانی هم خدمات میدادن. یعنی الان هم فکر کنم FTMO به ایرانی خارج از ایران خدمات میده، ولی اون موقع به ایرانی داخل ایران هم خدمات میداد. گفتیم خب اونجوری بریم پولمون رو خراب کنیم. فهمیدم. و آره تقریبا حداقل بهش بیارزه شرکتی باشه که بهش بیارزه قرار پول تو. آره فکرم 20 بود. چی میخوام ببرم بذارمش تو آلپاری مثلا 100 کی پولمو، کار ندارم به اینکه سودمو میدن یا نه، خود پولم هم فکر نکنم دیگه بدن. کار با اینش نداریم. ولی خب آره گفتم حداقل یه جایی باشه که پولمون رو نخورن، اگه میبازیم خودمون ببازیم. آره خودمون ببازیم دیگه. اومدیم سمت پراپا و ریسک منیجمنت منطقی تر. حالا ببین همین اصلا میخوام بهش برسم. یه فرقی که تو داری با مثلا حالا بقیه مدرسای دیگه که تو حالا تو اینستاگرام یا تو سوشال میدیان، حالا کاری ندارم اینستاگرام توییترشو، تو سوشال میدیا فعالیت میکنن، همین پراپ هست. یعنی خیلی از اون آدمایی که میان این چیزا رو حالا آموزش میذارن یا مدل‌های مختلف استراتژی رو بحث میکنن، راجع به پراپ صحبت نمیکنن، مخصوصا اونایی که خیلی معروفن، مخصوصا اونایی که حالا عدد فالوور خیلی زیاده. و یه دلیلش که فکر کنم نمیتونن از پسش بر بیان. می‌کنی واسه پراپ، میدونی؟ آره اصلا فکر می‌کنم اونایی که صحبت نمی‌کنن نمیتونن از پسش بر بیان، میدونی؟ آره یعنی آره دیگه همینه دقیقاً. جنرالی من داشتم یکی از این بزرگای کامیونیتی فارسی ترید رو نگاه می‌کردم، یه حرفی زد، برگشت گفت آره تو مثلا $100 داری میدی، حساب 10K میگیری، ولی به اندازه 10%ش حق درادان داری، کل پول در اختیارت نیست. خب مرد حسابی اوکی $100 داری میدی، یه 10K میگیری، 10% درادانش باز میشه $1000، تو $100 دادی، یعنی در هر صورت بازی برده. بیشتر فکر میکنم به خاطر اینکه شاید اون هنرجوهاشون نمیتونن از پس پراپ بر بیان یا خودشون هم نمیتونن از پس پراپ بر بیان، میان یا میگن پراپ اسکمه یا بهش نمیپردازن. ببین میونه صحبتت، اگر بخوای آموزش بیشتر جذب کنی باید یه چیزی به ملت نشون بدی. باید نشون بدی که آقا من آره دانشجوام دارن اینقدر پول میزنن اینقدر، و پراپ پاس کردن کاری نیستش که 1-2 ماه بعد از آموزش دیدن تو بتونی انجام بدی، میدونی؟ و به نظرم اینا که تو اینستاگرامن نمیتونن این کارو بکنن چون فروششون میاد پایین دیگه، کورس نمیتونن اونجوری که باید بفروشن. دقیقاً. من تعداد محدودی نمیدونم البته نمیدونم که در جریان هستی، من کلا با 30 نفر فکر کنم کار کردم. حالا به اون قضیهش میخوایم برسیم مفصل راجع به اصلا این قضیه این که اصلا مدرس شدنه و آموزش دادنه میخوایم برسیم. ولی این قضیه مدرسای اینستاگرامی که مثلا وقتی من با بچه‌ها پراپ مثلا بعضیا کامنت میذارن یا مثلا ویدیوهاشو میبینم توی یوتیوب که آدما هیچی نمیدونن، یعنی اصلا نمیدونن چه جوری کار میکنه، اصلا باور نمیشه. شاید یه سری میپرسن یعنی چی، یعنی پول میاد میده اگه صفر بشه چی میشه؟ یعنی میخوام بگم در این حد این کامیونیتی ترید ما با این قضیه غریبه است و به نظرم متاسفانه سواد پایینی داره و سواد پایینو من اول مقصرشو یه بخش اعظمشو اون پکیج فروشا میدونستم، یه جایی بعد دیدم خود مردمم دنبالش نمیرن. یعنی مردم دوست دارن که اون میدونی به اصطلاح فست فود بهشون داده بشه، دنبال اون غذای ایرانی ناب نمیرن یا یه چیزی که زمان براش گذاشته قراره بشه. دقیقاً این زمانه که میگی درسته دیگه، چون پراپ چیز شانسی نیست، برخلاف خود اصل ترید که شاید شانس یه جایی به کمکت بیاد، ولی پراپ چون باید ثابت کنی به اون بروکر که آقا نه من یه چیزایی بارمه، به اون پراپ فرم که من یه چیزایی بارمه و میتونم که این حساب رو رشد کنم و حالا به من سود بده، شاید اونقدر با شانس نمیشه جلو رفت. واسه همینم شاید خیلی کمتر طرفدار داره. اصلا ببین پراپ هم داره منتال تو رو میسنجه با توجه به فیزایی که در نظر گرفته، هم استراتژی تو میسنجه و خیلی کار عجیب غریب. یعنی حتی اگه شانسی یه مرحله‌اش هم بتونی پاس کنی، احتمالاً تو مرحله 2 بازگیر. درست میگی. برگردیم به صحبتی که یه 30 ثانیه پیش داشتی راجع به مدرس بودن و اینکه خودت حالا کلا کورسات یه جوراییه که سعی می‌کنی بیشتر خانواده جمع کنی تا بخوای یه عده زیادی از آدمو بفرستی به این لینک که درگاه پرداخت و مثلا 1000 نفر تو یه ثانیه گفتی 30 نفر رو قبول می‌کنی. اصلا می‌خوام بدونم که چرا آرمین سرداری که آقا پراپ پاس می‌کنه، حالا من تو تصویرم میارم برداشتات و سرتیفیکیتاتو، حالا به ادعای خودت اصلا میگیم اینا همش فلان، به ادعای خودش میگه من سود دارم، آره اصلا میگیم اونا فیک،
ولی خودش ادعا میکنه که آقا من دارم سود میکنم و موفق بودم به عنوان یک تریدر که چند سال این کار میکنم، چرا سراغ یه چیزی مثل آموزش میره؟ حالا راجع فکر بودنش که بهت بگم که چیزش هم میفرستم، ترانزکشن هشش وسط میفرستم ولی آره نه واسه فانش گفتم. ولی قبل از اینکه بخوام به اون بپردازم یه چیز خیلی کوچیک میخوام بگم برای هر کسی که این مسیر رو میخواد شروع کنه، چون راجع به آموزش من صحبت کردی. یکی اینه که من حداقل فکر کنم 8 بار یا 9 بار پراپت دست دادم. اینو دارم بهت میگم که یعنی کلا میخوام یه جامعه آماری همه داشته باشن که اوکی منی که الان مثلا سرتیفیکیت انتا دارم و برداشت زدم 7 تا پراپ دست دادم. نکته دومش هم اینه که واسه پراپ موفق شدن توی این قضیه اینا حتما لازم نیست از مسیر من برید داخل سایت FTMO و اونجا با 100 نفر مثلا ممکنه صحبت کردن با 100 تا راه مختلف. بریم سراغ این که آرمین سرداری چرا آموزش میده. ببین در جریان همونجوری که هستی من 1 ساعت روزی پای چارت میشینم و خیلی هم آدم منزویم. دوست داشتم که یک سری افراد رو دور خودم جمع کنم، باهاشون کار کنم، آموزه های چیزایی که خودم یاد گرفتم از جاهای دیگر رو در اختیارشون بذارم. یه چیزی که خیلی میگن آره تو اگر سودده بودی کسی چیز سودده رو به بقیه نمیده. خب نه، مثلا الان آریا اگر من چیز سودده رو بهش بدم آریا سود کنه عجیب من که بر نداشته، داره واسه خودش کار میکنه، من واسه خودم کار میکنم. هر چند اون چیزی که من باش سود میکنم و X و Y نمیتونه باش سود کنه. من در واقع سعی میکنم مسیری رو به کسی یاد بدم که یه چیزی منحصر به فرد خودشو بسازه، ولی بیشتر بابت اینه که هم یه کامیونیکیتی داشته باشم با افراد. مثلا توی دوره‌ای که من داشتم از اتکلون فروش داشتیم که اوکی مثلا عطری بهش سفارش دادم، برنامه نویس داشتیم، گرافیست داشتیم، کارهای گرافیکی منو گاهن انجام داده. میدونی یه جامعه ای واسه خودم درست کردم که خیلی باحال بوده و اصلا هدفم همین بوده. با چند نفر از بچه‌ها هم که اصلا نشستیم بک تست گرفتیم، ستاپ ساختیم، ستاپ‌هایی که حتی از ستاپ‌های خود من هم قوی‌تر بودن. خیلی بوده مالیش نبوده، ولی حالا یه چیز باحالی که میخوام بهت بگم، یه سری ماها واقعا من درآمدم از آموزش بیشتر از درآمدم از تریدم بوده. میدونی خب تریدرها یه ماهای بریک ایون یا تو ضرر میبرن. خیلی جمله‌ای وایس این خیلی جمله‌ای که نمیشه ساده ازش گذشت. یعنی این یه چیزیه که خیلی‌ها نمیگن و اصلا میزنن زیرش، ولی این جمله رو گفتن خودش یه جرأت مضاعفی میخواد. نه جدی همینه. ببین مثلا یه سری ماها آقا من واقعا تو ضرر ماهمو بستم، ولی میبینی 3 تا منتورینگ گرفتم. خب منتورینگ منم هزینه تقریبا ارزونی نداره، میشه گفت که قیمت خوبیه واسه من و اوکی مثلا اون ماهو من تو منتورینگم مثبت بستم. یعنی میخواد بگی که یه جورایی میشه گفت یه ساید بیزنسه دیگه، یعنی کنار آره یه ساید بیزنس اینترتینمنت. آره ببین اصلا پول در آورد، یعنی اوکی اصلا من آرمین سرداری ما 10K دارم مثلا فرض، البته که 10K در نمیارم ولی فرض میکنیم 10K دارم در میارم، 10K هم اگه بکنم 12K باز از این قضیه بیخیال نمیشم واقعا. موفق بودی دیگه. بله آره اونی که تو ترید میره ذهنیتش اینجوری میشه که از هر چیزی من میخوام پول در بیارم. میفهم چون که من یه گارد کلا دارن این کامیونیتی ما، این بچه‌های ما یه گارد دارن که آقا هر کی آموزش میده یه جا ته کار میلنگه. ولی یه قضیه که هست وقتی شما میوفتی تو بازی پول در آوردن، اگر بتونی $500 بذاری روی مجموع ماهیانت هنر کردی. یعنی شما وقتی اگه بدونی راهی هست که من فقط یه قدم مونده که اون درآمد رو اضافه کنم و نمی‌کنم، یه جایی از خودم ایراد داره. حالا اگر یه چیز اسکم یا چیز کلاهبرداری معرفی می‌کنیم بحث چیز دیگه است، ولی اگه واقعا تو یه چیزی میتونی به یک آدمی ارائه کنی و اون آدم میتونه ازش استفاده کنه، حالا نمیگم طرف با اون بشه وارن بافت، ولی میتونه از اون استفاده کنه برای اینکه اون اطلاعاتش رو بیشتر کنه و چرا نکنی. حالا یه نکته خیلی مهمی که هست آریا، من اینو به مخاطب میخوام بگم چون تو خودت در جریانش هستی، آموزش رایگانی نداری. ببین یا تو یوتیوب یارو داره آپلود میکنه، واچ تایم داره ازت میگیره، یه چیزی که تو 10 دقیقه باید به توضیح بده توی مثلا 1 ساعت و نیم به توضیح میده. حالا اصلا اسم نمیخوام ببرم ایرانی خارجیش، فقط داره واچ تایم میگیره. خب اونم داره زمان تو ازت میگیره، مثلا چیز عجیبی نیست. یا آموزش رایگان داره میده
که تهش بیاد بگه این یه تیکه کلیدیه رو که بهت نگفتم، بیا تو آموزش خصوصی بهت بگم. یعنی یه جورایی باز اون ترافیک یوتیوبش رو سعی میکنه به جایی ببره. آره یه عده خیلی معدودی که من حالا میشناسمشون انگشت شمار تو اطراف خودمن که مثلا میگیم اوکی 0 تا 100 هرچی بلد بودن و گفتن اوکی بیا رایگان ما بهت یاد میدیم که قابل استفاده هم بوده. یعنی اینجوری نیست که بگیم آمار آموزش های رایگان خیلی زیاده و ما مثلا حتما اگه رایگان پیش بریم موفق میشیم، همونجوری که برعکسش هم صدق میکنه. اوکی ببین یه سوال بعدی که ازت میخوام بپرسم، فکر میکنی با آموزشایی که به بچه‌هایی که میان پیشت آموزش ببینن، یعنی به دانشجوات میدی، فکر میکنی بتونن از خودت جلو بزنن؟ زدن داشتی دانشجویی که مثلا واقعا گفتی دمش کم بابا مثلا این از من زد جلوتر و خودت انتظار داشتی؟ یعنی خودت انتظار داری که از من جلو؟ نه انتظار نداشتم، میدونی اصلا شوک شدم حقیقت داستان. یکی که با یکی از بچه‌ها نشستیم استراتژی درست کردیم، استراتژی که درست کردیم از تمام استراتژی کریر من قوی تر شد. خیلی مثلا شبش که میخواستم بخوابم شوک بودم، گفتم خب مثلا یه همچین اتفاقی هم پس میفته. بعد الان کسایی داریم که از من موفق ترن، همینطور کسایی هم داریم که مثلا ببین تو آمارم کسایی داریم که اصلا بستن منو به فوشا خیلی بی‌تارو. اصلا از اون وقت گفتم به درد نمیخورد و چرا پول دادیم، یعنی از این مدل. آره اونا هم میدونی بیشتر مشکلشون این بود که دوست داشتن دقیقاً با اون چیزی که من ترید میکنم ترید کنن. بعد خب من چون اون چیزی که خودم ساختم و میتونم آپدیت کنم، طبیعتاً یه جایی که اونا میرن احتمالاً تو دیوار من نرفتم تو دیوار و اونا اذیت میشن دیگه. فکر می‌کنی مسئولیت در قبال اونا هم داری یا مثلا پیگیری میدونم که میکنی البته چون آشنام با کارات، یعنی میدونم که ول نمیکنی طرفو بعد از اینکه میگذره، ولی فکر می‌کنی مسئولیت در قبال موفق نشدن اونا داری یا فکر می‌کنی بالاخره خودشون تایم لازمه رو نذاشتن؟ ببین من دو تا فاکتور هست دیگه. آره ببین من مسئولیتو که دارم، من اصلا یه کورسی الان دارم ضبط میکنم، شاید جالبه مثلا برات بدونی، هیچ نفری رو واسه این کورس نگرفتم. خب فقط آپدیت دارم میکنم منتورینگی که واسه همون شاگرد قبلیام بوده که هم مطالب رو منسجم داشته باشن، همین که چیزای جدیدی که بوده رو بهشون بدم بدون هیچ هزینه‌ای دارم این زمانو میذارم. پس یعنی آره مسئولیت رو تا یه حد خیلی زیادی قبول میکنم، ولی نکتهش اینه که سعی میکنم توجیهشون کنم. میدونی بگم آقا برادر تو پولی که به من دادی بابت این نیست که من عیناً اون چیزی که میزنم و تو بزنی. اگه اینجوری بود که کپی ترید وصل میکردی، تو باید یاد بگیری خودت ستاپ بسازی. به نظر من یکی از بزرگترین مجموعه هایی که مسئولیت قبول نمیکنه دانشگاه دیگه. شما دانشگاه هم بری اگه لیسانس بگیری اون آخر تضمین نمیکنه که کار پیدا کنی یا نه، یعنی صرفا میگه من یه سری قول هایی بهت دادم و اونا رو به ارائه میدم و اون دیگه وظیفه توئه که چقدر تایم میذاری اونا رو انجام میدی. یه سری واحد میری پاس میکنی، یه مدرک بهت میدن میگن بیا لیسانس، حالا با اون لیسانست برو اگه کار پیدا کردی. حالا تو ابعاد کوچیک‌ترش میشه همین کارهایی که تو انجام میدی و آموزش‌هایی که توی آنلاین میشه پیدا کرد. ببین بحث کورس ثبت کردن تو اینا شما میخوام بگم که آقا خود آرمین هم یک کانال یوتیوب داره و جزء معدود کسایی که صبح تایم نیویورک حالا سشن نیویورک پا میشه، یعنی صبح من میشه اینور مگر مال تهران میشه بعد از ظهرش و لایو ترید میذاره و همه چی هم شفافه. آرمین چجوری این اعتماد به نفس رو داری که البته خب از تجربه میاد ولی شفاف، چیزی واسه مخفی کردن ندارم. میدونید آریا همه چی همینه، یعنی واقعا ببین اون کورسی هم که میذارن باز یه عده‌ام هستن کورس پولی میذارن میان یه سری چیزها رو نمیگن، ولی من واقعا چیزی بوده آخه میدونی دیدگاه همین نیست. من دیدگاه اینه که این علمه، من علممو اگر به ایکس بدم علم خودم چند برابر میشه، چون یه بار برای خودم مرور میشه و بعد بعدیش هم اینه که من هی دنبال این میشم که اینو بروزش کنم که به اون ایکس و ایگرگ ها بگم که بگم مثلا اینم جدید اگه اضافه کنید باحال‌تره. کلا شفافیت به نظر من خیلی باحاله، یعنی نمیدونم چه جوری میشه شفاف. نه آقا اصلا این حرفی که میذارین کاملا ثابت کردید، چون اگه برن یوتیوب تو ببینن، اگه هنوز لایو رو داری دیگه تو یوتیوب میتونن ببینن که از چند ماه قبل تو تابستون فکر کنم تو بهار شروع کرده بودی و چند وقت پیشم فکر کنم 2-3 روز پیشم دوباره یه لایو ترید رفتی واسه شروع کردم که ان شاءالله فردا دوباره ادامه میدیم به خاطر انتخابات آمریکا. فعلا این 2 روز رو رد کردم. آرمین ببین
بخوام بحث آخر رو باهات بکنم، چون میدونم خیلی شاگرد زیاد داشتی که پراپ پاس کردن، خیلی هم داشتی که پراپ پاس نکردن، خودت هم میگی بالای چندین پراپ که پاس کردی و نکردی. بخوای یه دونه کلید واژه، بخوای یه دونه کلید نکته بگی که به درد منی که الان مثلا شاید آموزش دیدم میخوام برم سراغ پراپ، یه دونه نکته بگی که به دردم بخوره اون رو رعایت کنم. یه دونه نکته که به دردت بخوره اون رو تا قبل از اینکه وارد پراپ شی، استراتژی که میسازی رو مستمر حداقل 3 ماه تست بگیر که زمانی که نشستی پای پراپت شوک نشی که داری چی نگاه میکنی و چه اتفاقی برات میفته. و ریسکت هم یه ریسک مینیمومی نگه ندار، چون ریسک مینیموم فرسایش تو پراپت ایجاد میکنه. اوکی. نظر من یه نکته، من منتظر، من اگه از هر کی دیگه میپرسیدم الان یه نکته کلیشه‌ای نمیدونم، یه نکته منتال کلیشه‌ای میگفت که اصلا حال آدم هم میخواد، ولی منتظر یه همچین نکته‌ای بودم که یه نکته تکنیکی درست حسابی بهم بگی. آرمین سوال آخر، طلا یا فارکس، یعنی جفت ارز یا طلا؟ جفت ارز. جفت ارز چرا؟ دلیلش هم بگو بهم. جفت ارز به خاطر اینکه نوساناتی که داره میده خیلی کمتر از طلاه و من یه سری حرکتی از وی شیپ توی طلا، من اصلا از اونا متنفرم و جفت ارز و نوساناتشو بیشتر دوست دارم، به خصوص پوند به ین. حالا جفت ارز یا نزدک؟ 100% نزدک. عاشق نزدکی ها، یعنی عاشق نزدک. ایوه 3 سال جز نزدک چیزی نزدم. میدونم چرا طلا لابلاش زدم، ولی نزدک گفتم بعد جفت ارز بپرسم چون میدونستم میگی نزدک. آقا آرمین سرداری از این سوالا اگه بود که تا مثلا میپرسن نزدکی یا چی نزدک، تا آخرش دیگه نزدک هر چیه که میپرسن. ببین نمیپرسم ازت کریپتو چون میدونم نمیکنی ترید کریپتو رو. یه چیزی دیگه نمیمونه، نزدک یا سهام سایپا دیگه. آره دیگه چیزی نمیمونه. حل آرمین سرداری عزیز، دمت گرم. کم میگفتم اول مصاحبه‌ام گفتم کمتر کسی جرئت میکنه این سوالا رو بگه و این استیتمنت ها رو که دیدین رو انجام بده، ولی آرمین انقدر شفافه، حالا یوتیوبش هم به این لایو تریداشو ببینید متوجه این شفافیت میشین. آرمین مرسی که این کار با من انجام دادی، خیلی برام ارزش داره. مخلصی، مرسی از اینکه منو دعوت کردی، خوشحالم که یه تایمی رو با هم دیگه یه گپ و گفتی زدیم، امیدوارم برای مخاطبت هم مفید باشه و جذاب. حتما هست. متشکرم. دمت گرم.